اسرار حذف شده کتاب بی‌اندیشید و ثروتمند شوید. How do you do? I'm very happy to have this personal visit with you. While I bring you the master key with which you may unlock the door to any opportunity that your mind can conceive. به چه دلیل کتاب 16 قانون موفقیت آقای ناپلئون هیل در دنیا جمع آوری شد؟ برای اولین بار در دنیا دوره جامع، فشرده، قدرتمند و 100% تضمینی، کارگاه آموزشی بی‌اندیشید و ثروتمند شوید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. سلام عرض میکنم. خب دوستان، ما یک دوره رو میخواییم با هم دیگه داشته باشیم به نام دوره بی‌اندیشید و ثروتمند شوید. آخ جون پول، موضوع ثروت. قبل از اینکه به اینجا برسیم، چقدر به این جمله و این عبارت مغز شما واکنش نشون میده؟ این سوال از خودتون بپرسید تا ما دوره رو کامل توضیح بدم. چه کاری میخوایم انجام بدیم؟ ابتدا بر اینه که مغز شما بپذیرد که آیا میشود اندیشید و ثروتمند شد. این عبارت حاصل تحقیقات یک استاد بزرگ، یک خبرنگار قدرتمندی به نام ناپلئون هیل. یک عزیزی به نام ناپلئون هیل بیش از 50-60 سال پیش اندرو کارنگی قرار میگیره، بزرگترین و یکی از ثروتمندترین افراد امریکا، و باشون گفتگو میکنه و ایشون دستور میده، هماهنگ میکنه زندگی انسانهای ثروتمند رو بررسی بکنه و حاصلش بشه یک کتابی میشه به نام بی‌اندیشید و ثروتمند شوید. چون رازهای ثروتمند شدن تو این کتاب اومده بوده، بعد از مدتی این کتاب از کل اجتماع آمریکا جمع آوری میشه و آنچه که امروز در جهان وجود داره کتاب آبکی یا ورژنی از اون کتاب اصلیه. در حالی که داخل این کتاب باز هم رازهایی وجود داره که ما نمیبینیم. ما دوره‌ای رو برگزار کردیم و برگزار خواهیم کرد با حضور دوستان به نام دوره بی‌اندیشید و ثروتمند شوید، منطبق بر همین کتاب، به خصوص کتاب اصلی، و با تمرینات خاص. در 16 ساعت آموزشی این کار انجام خواهیم داد در 2 روز. چرا 2 روز؟ باید مغز ما بمباران اطلاعاتی بشه و در انتها 58 روز کوچ میکنیم افرادو و تضمینی افراد به این جمله میرسن: بی‌اندیشید و ثروتمند شوید. اما بحث رو آغاز کنیم. همه انسان ها در زندگی با یک مثلث در ارتباطن: مثلث زمان، انرژی، کار. تفاوت انسان ها، سازمان ها، گروه ها، مجموعه ها به خاطر داشتن زمان زیاد یا انرژی زیاد نیست، به خاطر کار متفاوتیه که انجام میدن. کار متفاوت. چقدر این جمله رو قبول دارید؟ اول باید بپذیرید. اونایی که قبول دارن دستشون میارن بالا. اگر مجموعه قدرتمنده زمان و انرژی گذاشته، زمان و انرژی گذاشته، خب این کتاب یا این کلاس قراره چیکار کنه؟ زندگی آدم‌های ثروتمند رو بررسی کرده و به ما میگه اونا چه کاره؟ بگید. متفاوتی انجام دادن. اگر آنها میتوانن you can I can. ما بعد از 16 ساعت به این نتیجه میرسیم و بعد از 58 روز که کوچه حتما به یک عددی خواهیم رسید. یعنی یک تغییری در وجود ما ایجاد میکنه این کلاس و این دوره. چرا؟ چون داریم میگیم زمان و انرژی گذاشتن اونا برای یه کار متفاوت.
اون کار متفاوت چیه؟ اینا رو ارائه میکنیم. اما جالبه ما خیلی از کتاب‌های مختلف در حوزه موفقیت میخوانیم، خیلی همون خیلی چیزا رو میدانیم، اما چرا به نتیجه نمیرسیم؟ تا حالا فکر کردید؟ به خاطر اینه که حتی دنبالش هم نرفتیم و زودم چی میشیم؟ میزنیمشون کنار. یه دردی هست، یک اتفاقی در وجود ما افتاده. مغز بشر، مغز انسان مرکز کنترل انرژی و زمانه. انرژی و زمان. این مغز بشره که اجازه نمیده با آنکه شما میدانید، میتوانید و حتی میخواهید به انجام اون کار متفاوت ثروتمندان توفیق پیدا نکنید. این مغز اجازه نمیده. این مغز ما اجازه نمیده با آنکه میدانیم. میایم تو کلاس میشینیم کتاب میخونیم، میتوانیم، you can I can، میخواهیم، پذیرفتیم، اما موفق نمیشیم. چرا؟ چون مغزمون اجازه نمیده. من معتقدم این مغز رو باید تربیت بکنیم. تو این دوره 16 ساعته به اضافه این 58 روز کوچ، این ادعا رو ما داریم. این ادعا رو داریم. متدولوژی داریم منطبق بر دانش شناخت مغز به همراه برنامه ریزی مبتنی بر ضمیر ناخودآگاه، ما موفق به انجام آن کارهای متفاوت ثروتمندان بشویم. و اگر این اتفاق بیفته چطور می شود؟ اگر مسیری رو بریم که انسانهای موفق و پیروز رفتن، به نتیجه می رسیم که اونا رسیدن. تمام. پس حلقه گم شده، فاصله من و شما با انسانهای موفق نداشتن دانش بگید نیست، نداشتن زمان و انرژی نیست. حاصل و اون اتفاق، اون فاصله برمیگرده به این جریان مغز. ما مغز رو باید برنامه‌ریزی مجدد بکنیم. ما این ادعا رو داریم. جالبه در عرض 72 ساعت شما تغییرات رو میبینید. در عرض 72 ساعت تغییرات رو میبینید. خب ببخشید شما چه چیزی رو از دست میدید؟ این همه اطلاعات داشتید، این همه دوره و مجموعه ها شرکت کردید، با حضورتون و تیک زدن و تعهد کردن هیچ چیز شما از دست نمیدید. اتفاقاً میایید یک تجربه جدیدم داشته باشید. بیاندوزه آقا یکی دیگه یه احتمال بدید. اگر موضوعی که ما گفتیم مثبت باشه چی؟ شما ضرر کردید. ما باید چیکار کنیم؟ توانایی ما باید چی باشه؟ اینه که از این فرصتی که پیش اومده استفاده کنیم. یه بار خودمون بسنجیم. یک بار خودمون رو بسنجیم. ببینیم میتونیم مغزمون رو با راهنمایی های یه عزیزی که تو این دوره تخصص داره، ترجمه های قدرتمند و تمرینات قدرتمند تو این حوزه داره، کوچینگ و مشاور چندین مجموعه بوده، میتونه کمک کنه. شما چیزی از دست نمیدید. امتحان کنیم. آقا 16 ساعت عمرمون رو چیکار کنیم؟ بگیم نیست. بذاریم تو این حوزه ببینیم بررسی کنیم. مغز انسان مرکز کنترل انرژی و زمانه. اون فاصله این مغز است. این مغز اجازه نمیده. چیکار کنیم؟ مغز رو تربیت کنیم برای ثروتمندی. چیکار باید بکنیم؟ مغز انسان مراکزی داره، تولیداتی داره. مراکزی که تو کلاس درسمون تو حوزه ثروت ما قدرتمندانه دربارش حرف میزنیم این قسمت هاست. PFC مغز، مرکز تصمیم سازی و تصمیم گیری مغزه. چیکار کنیم PFC مغز رو تو حوزه ثروت فعال کنیم؟ ما الان دوره‌ای با دوستان داریم به عنوان صنعت پرسود سخنرانی. هدفمون اینه که مغز آدم‌ها رو تو کلاس سخنرانی ببریم در جهت چی؟ سخنوری و سخنرانی. اینجا مغز آدم‌ها رو تو 16 ساعت میبریم تو حوزه چی؟
ثروت. PFC مغز که مرکز تصمیم سازی و تصمیم گیریه فعال باید بشه. کافیه فعال بشه. قدرت سریع رسیدن به نتیجه رو داره. به خاطر این قدرت سریع رسیدن به نتیجه رو داره. به نتیجه. این قسمت مغز فرصت یاب مغزه. خب جالبه، وظیفه من خیراللهی به عنوان راهنما، کوچ، مربی اینه که تو این 16 ساعت ابتدا تحریک کنم PFC رو در جهت ثروت. وقت چه اتفاقی میفته؟ چون PFC خودش کارش چیه؟ رسیدن سریع. خودش دیگه کار رو انجام میده، دیگه با من کاری نداره. وظیفه من چیه؟ تو اون 16 ساعت به اضافه اون 58 روز اینو بیدار کنم، نگهش دارم. بعد از 16 ساعت این روشن میشه. تو 58 روز بعدی که کوچ میشن افراد، نمیذاریم این قسمت مغز بخوابه. روشن شده. ادعای ما اینه کافیه PFC مغز طرف من فعال کنم. فعالش میکنم با تمرینات خاصی که داخل کلاس و کارگاهی و کاربردی انجام میدیم. مثلا یکیش چیه؟ یکی از چیزایی که PFC مغز رو فعال میکنه هدف نویسیه. نه هدف گذاری. چی؟ بگید. هدف نویسی. ما کلاس هدف نویسی نداریم. کتاب تو حوزه هدف داریم، اما تا حالا نرفتیم توی کلاسی هدف‌ها رو چیکار کنیم؟ بنویسیم. نوشتن هدف منطبق بر PFC مغز یه متدولوژی داره. مثلا بعضی اوقات من به آدما میگم میشه اهدافتو بنویسی؟ همین که هدفو مینویسه به من میده میگم نمیرسی. چرا؟ چون منطبق بر بگید PFC. این PFCه که قدرت تصمیم سازی و تصمیم ادبیاتشو باید بلد باشی. با چه ادبیاتی، با چه کلماتی باید هدفو بنویسی. این همینجوری گلخی ما هدف بنویسیم. جالبه کتاب هدف هست. شما کتاب‌های هدفو برید بخونید، مال برایان تریسیه. شما فکر کنید این کتابو نوشتن دیگه همه چی تمام؟ نه، این کتاب بهانه است. بعد برم پیش برایان تریسی، دوره هدف برایان تریسی رو شرکت کنم که برایان تریسی ما هدف رو نوشتیم نتیجه نگرفتیم. تازه میریم وقتی که تو دوره حضوری ایشون شرکت میکنی، این برمیگرده به شما میگه که این چیزی نبوده، این مقدمه‌ای بوده که شما چی؟ بیای پنهان، تکنیک پنهان کردن الماس در بین سنگریزا. اگه به این راحتی بود که بعد دوره 12 ساعته هدف نویسی برایان تریسی براش میذارن. یعنی 12 ساعت بعد بشینه رو مخ این کار کنه تا هدفو چیکار کنه؟ بنویسه. نگو من به هدفم نرسیدم. اگر تو به هدفی نرسیدی تو هدفی نداشتی. 1 2 اگر هدفی هم داشتی منطبق بر PFC مغز ننوشتی. اگر تو این حوزه بنویسی با تمام قدرت. وظیفه PFC چیه؟ اینه که تو رو به نتیجه برسونه. تمام. جز این وظیفه ای نداره. هدف نویسی چجوری باید اتفاق بیفته؟ از کجا باید شروع بشه؟ نکته بعدی، قسمت دیگه مغز رو ما معرفی میکنیم به نام لیمبیک. کار لیمبیک چیه؟ کپی کردنه، الگو برداریه و چیزای دیگه. پسر نوح با بدان بین شیوه الگو برداری از زندگی و منش ثروتمندان خودش متدولوژی داره. میگه آقا دوره ور من این همه پولدارم، بچه رو من پولدار نمیشم. خب علتش چیه؟ چون متدولوژیشو بلد نیستی. چجوری قسمت لیمبیک مغز که الگو برداره ما فعال کنیم، بهش یاد بدیم چجوری از شیوه و سبک زندگی ثروتمندان چیکار کنه؟ الگو برداری بکنه. خب اینجا دانشی و ابزاری رو ما میخوایم به نام NLP نرون لنگویج پروگرام، برنامه ریزی عصبی کلامی، که ساختارش مال بندلر و گرینلر، دکتر واتسون، آنتونی رابینز، اینایی که تو این حوزه قلم فرسایی کردن، مطالبی اشاره کردن. خود این دوره 28 روز طول میکشه دوستان در آمریکا. اما ما خیلی خلاصه قراره توش به خاطر هوشمندی عزیزان و ولایی که تو کسب درآمد
دوستان دارن، ما در عرض 2 ساعت 3 ساعت متدولوژیشو میگیم و ادعا میکنیم که لیمبیک مغز بخش الگو برداری دوستان رو فعال میکنیم که اتوماتیک راه میرن از ثروتمندان چیکار کنن؟ الگو برداری بکنن، کپی بکنن. ما همین موضوع رو بردیم تو حوزه صنعت، دانشجوها رو مغزشون رو فعال کردیم. همین که میبریم تو جریان کاربینی، شرکت‌ها و شرکای صنعتی داخل و خارج رو میبینن، همین که یه دستگاه رو میبینه میاد مهندسی چیکار میکنه؟ معکوس میکنه. فقط با دیدن کافیه این قسمت مغز چی بشه؟ فعال میشه. الان تو جلسه هم دوستانی داریم مثل آقای مسلایی. آقا غیر اینه شما ببینید میسازید. طرف میبینه میسازه، نقاش میبینه و چیکار میکنه؟ نقاشیشو میکشه، طراحیشو میکنه. چی شد؟ کافی لیمبیک مغز آدما رو چیکار کنی؟ درگیر فعال کنی. این متدولوژیش چیه؟ ما یک کتاب بیشتر تو این حوزه من ترجمه نکردم. یک کتاب تو این حوزه من ترجمه کردم. تو حوزه PFC هم یک کتاب ترجمه کردم که به 5 زبان تالیف کردم که به 5 زبان ارائه شده در دنیا. تمرینات مختلف هست، کار شده. ما میخوایم خیلی خلاصه. علتش چیه؟ مردم ما وقت ندارن، میخوان زود به نتیجه برسن. ما تمریناتی که تو لیمبیک دادیم انقدر زیاده، میگیم آقا این تمرینات رو ببر فقط تو حوزه چی؟ ثروت. تو کلاس سخنرانی میبریم تو حوزه چی؟ سخنرانی. تو کلاس تربیت فرزند میبریم لیمبیک رو به سمت تربیت. تو فروش میبریم تو حوزه فروش. قسمت دیگه ای تو مغز معرفی خواهیم کرد تو این 16 ساعت آموزش به نام گانگلیای قاعده‌ای. کارش چیه؟ کنترل سرعت تحرک بدن. دوستان میتونن تو آپارات سرچ کنن سخنرانی‌های بنده رو. بیشتر از این میخوام بفهمن که من چه حرفایی رو میخوام بزنم. اما داخل کلاس بیاندیشید و ثروتمند شوید ما عمومی دیگه حرف نمیزنیم. میخوای گانگلیای قاعده‌ای رو بشناسی؟ تو آپارات سرچ کن. الانم که خیلی راحت من به صورت عمومی حرف زدم. اما ویژه معلم خصوصی تو خواهم بود. تو حوزه چی؟ گانگلیای قاعده‌ای رو میخوام ببرم تو حوزه ثروت که تحرک تو، سرعت تو، دریافت تو از جهان هستی بیشتر بکنی. تو حوزه جذب ثروت از چه متدولوژی استفاده بکنیم؟ از چه ساختاری استفاده بکنیم؟ اینجا من میام بخش معرفی میکنم به نام تیریز. آیا پروفسور آلتوشولر 40 تا اصل رو شناسایی کرد. این 40 تا اصل رو چجوری ببریم تو حوزه ثروت که هر چیزی و هر فرصتی رو تبدیل به ثروت بکنیم. قسمت دیگه ای تو مغز معرفی میکنیم به نام شیار سینگولیت. این قسمت اگر فعال بکنیم آرام آرام تو جلسه 10-12 کوچینگ دوستان خیلی جالبه. یه هدف چیه؟ میتونن حالا همزمان شما بگید چند تا هدف رو فعال کنن، از یه جا پول در نیارن، حالا بتونن از چند موضوع پول در بیارن، به ثروت برسن. اینم برمیگرده به این که ما بتونیم شیار سینگولیت دوستان رو فعال کنیم. یکی از تکنیک هایی که تو جلسه فعالسازی شیار سینگولیت با هم دیگه تو این کارگاه خواهیم داشت استفاده از جدول SWOT، سوآت کامل و کاربردی. این جدول رو تشریح میکنیم: ضعف‌ها، توانمندی‌ها، فرصت‌ها، تهدیدها. بتونیم بیشتر هم رو فرصت‌ها و توانمندی‌های دوستان کار بکنیم. و مهمترین توانمندی که اینجا بناس فعال بشه استفاده از ارتباطاته. چگونه ارتباطاتمون رو توسعه بدیم و از ارتباطاتمون چیکار کنیم؟ پول در بیاریم، به ثروت برسیم. میشه خیلی ساده، سریع هم اتفاق بیفته. نکته پایانی که من تو جلسات انشالله تو این 16 ساعت با دوستان کار خواهیم کرد، پرداختن به قدرت ضمیر ناخودآگاهه. دوستان ما یه ضمیر خودآگاه داریم، یه ضمیر ناخودآگاه داریم. ضمیر خودآگاه
ضمیر ناخودآگاه 10% زمان و انرژی ما، توان ما صرف ضمیر خودآگاه میشه، پس خروجیش هم میشه 10%. اما 90% زمان و انرژی ما صرف ضمیر ناخودآگاه میشه. خب چه بهتره زمان و انرژی رو صرف چیکار کنیم؟ ضمیر ناخودآگاه کنیم. ما ضمیر ناخودآگاه دوستان رو با یک متدولوژی خاص تو حوزه فعالسازی ضمیر ناخودآگاه و دانش شناخت مغز فعال میکنیم که خروجی چقدر بشه؟ 90% بشه. یعنی تا به امروز ما سر کار بودیم. کافی ضمیر ناخودآگاه ما موضوعی رو بپذیره. اقدام چی میشه؟ فوری میشه. موفقیت آنی میشه. به خاطر این ادعا داریم آنی میشه. تغییر سریع اتفاق میفته. اگر ما تو جلساتمون تو اون 16 ساعت نتونیم تغییر رو ایجاد بکنیم، مشکل از دانش ما نیست. موضوع چیه؟ مقاومت زیاد ضمیر ناخودآگاهه. به خاطر همین کنار این 16 ساعت یک بحث 58 روزه گذاشتیم. این پشتیبانی 58 روزه کمک میکنه ضمیر ناخودآگاه بمباران بشه. وگرنه بعضی از دوستان ما بلافاصله تو همون 16 ساعت آموزش تغییرات چی میشه؟ احساس میشه، سریع ایجاد میشه، خودشون در میابند. اما دوستان یعنی نیاز به اون 58 روز هم نیست. اما عده‌ای از دوستان ضمیر ناخودآگاهشون هنوز پذیرش نکرده. ما این 58 روز کوچینگ رو برای دوستانی گذاشتیم که نیاز به این رفع این مقاومت دارن و مطمئنیم کمتر از 20 روز 21 روز این تغییرات رو در خودشون احساس میکنن. هدف نویسی، برنامه ریزی و همون روزای اول فرصت‌هایی رو شناسایی میکنن و این پول‌ها رو احساس میکنن که بهش چی هستند؟ شما بگید. نزدیکن. تعریفی از پول خواهیم داشت به نام پول پاداشی است که نسبت به ارزشی که به دیگران میدهیم دریافت میکنیم. کافی ضمیر ناخودآگاه، PFC و بقیه قسمت‌های مغز رو فوکوس بدیم، متمرکز کنیم برای ایجاد ارزش. ما اگر مغز رو ببریم به سمت ایجاد ارزش، هر لحظه‌ای و هر فرصتی ما میتونیم تبدیل به ثروت بکنیم. آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم همه دوستان، چه دوستانی که حضوری تشریف آوردن، چه دوستانی که مجازی این مطالب رو از من دارن میشنون و میبینن، حتما تو این دوره بی‌نظیر و قدرتمند حضور پیدا بکنن. چیزی رو از دست نمیدید. مطمئن باشید ادعا میکنم و قدرتمندانه پاش وای میستم، شما هم پاش وایسید، با هم دیگه به نتیجه برسیم. موفق و سربلند باشید.